امروز در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه مسابقه جمهوری اوید با گشتین ملی برای دریافت جام پایتخت 2021 آغاز شد. در این روزی مسابقه اشتراکچیان رقابت‌های خود را در مرحله مقدماتی به انجام رسانیدند. عبدالنسیم ستارов موضوع را ادامه می‌دهد. نوروز یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های ملی ما محسوب می‌شود و با آن رقابت‌های ورزشی شکوه و شهامتی خاصه می‌بخشند و به خصوص همین گشتین ملی که امسال با لباس‌های نو به میدان برآمدند و بهترین پهلوانان کشور اینجا جمع شدند. و اما نکته جالب دیگر و یا مهم دیگر این مسابقه در آن است که امسال برای هر یک وزنی در این مسابقه اشتراک می‌کرده یک تای ماشین اتومبیلی سبکرو در نظر گرفته شده است که نسبت به سالهای گذشته فرق کننده می باشد. بنابراین میدان از دلیر است، هم ورزشکاران سبک و هم ورزشکاران سنگین وزن می توانند صاحب ماشین شوند. واقعا هم فضای نوروزگاهی کشور شهامتی خاص و ادانه داشته، بهترین پهلوانان از تمام منطقه‌های کشور در هیئت 8 دسته به میدان برآمدند تا برای جام پایتخت و 4 شاه جایزه نیرو سنجند. نیروسنجی ها در 4 وزن صورت گرفته. در وزن 65 کیلوگرم پس از 2 دوره رقابت ها اشتراکچیان دوره 4 نهایی معین شدند که در گروه ا داداف عارف با خیراندیش مرادزاده و علی جان سفرعلیف با ابو مسلم خیومزاده به دوره 4 نهایی برآمده با هم نیرو خواهند سنجید. در گروه ب همین وزن کریموف مسلم بگ با ابوبکر و سوربان لطیفوف با فردوس رحمت اللهف در دومین روز مسابقه با هم قوه می‌آزمایند. در وزن 75 کیلوگرم که در آن هم 32 ورزشگر در روز اول به میدان برآمدند، اشتراکچیان دوره 4 نهایی معین گردیدند. به دوره 4 نهایی در گروه ا 4 ورزشگر از 4 منطقه کشور راه یافتند و برای به دست آوردن اتومبیل سبکرو وارد میدان رقابت میشوند. در این وزن میرزا جمیل رمضانوف با عمر رسولوف و خلیل زاده صبحیدین با سید نبی کمالوف در روز دوم بالای گلیم رقابت میبرآیند. در گروه ب این وزن عظیموف امان الله با سرخانوف محمد رحیم و امینوف شیرزاد با سید شاه رحمت اللهف اندر میدان رقابت خواهند شد. در وزن تا 90 کیلوگرم باشد تعداد زیادی ورزشکاران نامدار کشور که در داخل و خارج کشور شناخته شده هستند به میدان میبرآیند و جفت‌هایی که به دوره 4 نهایی راه یافتند برای مخلصان جالب و دیدنی خواهند بود. از جمله در گروه ای این وزن کرامت الله حکیموف با همراز رجبوف و امیرجانی نسیم جان با سید جلال سیدوف. در گروه ب همین وزن باشد جهانگیر مجیدوف با خسرو علموف و کامران شاه استوپریان با حق نظر نظروف برای برآمدن به دوره نیم نهایی نیرو میسنجند. در وزن 90 کیلوگرم بهترین پهلوانان جمهوری جمع آمدن. امروز مالکه 2 خوب‌آزمایی کردیم. فردا باشد به 8 فینالی خوب‌آزمایی میکنیم. من برای همه ورزشکاران تاجیک موفقیت خواهم بگذار بهترین ها غالب گردند. خوشبختانه من امروز در روز اول این مسابقات توانستم با 2 حریف خیلی هم با قوت خود پیروز آیم و تیاری ما خوب بود. من طول 1 ماه می شود که تمرین را شروع کردم. در یکی از مسابقات های جمهوری تاجیکستان من لت برداشته بودم. مدت 1-2 ماه قریب تبابت میکردم و خوشبختانه امروز به واخوری 1/8 فینال برآمدم و حرکت میکنم که فردا هم به واخوری فینال برآمده سزاوار مدال طلای این مسابقات گردم. همینطور در وزن از همه سنگین یعنی به اضافه 90 کیلوگرم هم میدانداران تاجیک که تجربه مسابقه‌های داخلی و بین المللی را دارند به دوره 4 نهایی برآمدند. فردا برای برآمدن به دوره نیم نهایی خورشید مجیدوف با تیمور رحیموف و فردوس نسیموف با شاهرخ امیرخانوف که هر دو هم از تیم خطلون هستند با هم رقابت میکنند. در گروه ب این وزن که به اضافه 90 کیلوگرم می باشد ابوبکر اکابیر با شریف جان نظریف و محمد بک فرهادوف با سیف الدین یوسوپوف رقابت خواهند کرد. ضمناً همه 4 اتومبیل سبکروی که همچون شاه جایزه برای بهترین های هر وزن اختصاص یافتند صاحبان خود را در روز 21 پیدا خواهند کرد. زیرا فردا ساعت 13 نصف روزی رقابت‌های دوره 4 نهایی آغاز و پس از انجام رقابت‌های نیم نهایی و نهایی در مراسم رسمی به غالبان و جایزه‌داران جام پایتخت آید به گشتین ملی که اولین بار با لباس‌های ملی خاص گشتینگیری برگزار شد شاه جایزه و تحفه‌های خاطروی سپرده خواهند شد. قابل قید است مخلصان گشتین ملی فردا هم می‌توانند این نیروسنجی‌ها را به طور مستقیم از طریق تلویزیون ورزش تماشا نمایند.